من برای اینکه یک یادآوری بشه، شهرام جان، برای اینکه یادآوری بشه از این چیزایی که بخشیش رو واکاوی کردیم در سه اپیزود پیشین، یک اسلاید آماده کردم. فکر کنم این اسلاید جالب باشه برای بینندگانمون. اجازه بدید من اسلایدش یه چیز بکنم رو صفحه. خب این اسلاید رو میبینید شما؟ الان من میبینم. بله. خب اینو اگر دوست دارید شما یه چیز کلی ازش ارائه بکنید، اگر نه که من تکمیل میکنم. نه بسیار خوب. بله، خب هر کسی که میخواد اون بنیاد جهانگری ایران کلاسیک رو دریابه باید این ساختار امشاسپنده رو بشناسه و روی هم رفته اصلا اینه که شما توی خیابان وقتی الان به ایرانی تحصیل کرده برمیخوریم، ایرانی معمولی تحصیل کرده و او هیچی در این موارد نمیدونه، بلکه برات فقط میتونه مثلا ارکان دین اسلام رو توضیح بده. حالا اون چیزی که میدونه، احتمالاً یه مهندس یا پزشک اونقدرم تو کار دین شناسی فرو نرفته، اما اون رو که از کودکی بهش آموختن یا در مدرسه میتونه در یه چیزایی در مورد دین اسلام بگه، یا به ویژه در مورد آیین شیعه 12 امامه بگه و هیچی، ولی نمیتونه در مورد این ساختار نظری خود ایران قدیم بگه. خب این یه جورایی در حقیقت نابهینه، شاید تا بگیم یه جور فاجعه است در حقیقت. یعنی یه قومی هست که برسازنده یک قطب بزرگ جهانی بوده، در کنار فرنگ قطب دوم دیگر بزرگ جهانی بوده و این یه ساختارهای فلسفی داشته، یک بنیادی داشته و تحصیل کردهاش الان اصلا نمیدونن چی بوده و خودشون در یک جهان نگری بیگانه‌ای که حالا از عربستان اومده یه موقعی دست و پا میزنن، حالا یه چیز آمیخته‌ای ساختن به نام شیعه ازش که یه عناصر ایرانی توش داره، اما همش ناخودآگاه اون بخشایی هم که نگه داشتن و در مورد خود بنیاد نظری فلسفی این قطب جهانی که خودشون بودن هیچی نمیدونن. این با یه برآورد کلی که داستان چقدر وخیمه. حالا بریم توی کار که این چی بوده. این هفت بخش بندی هفتگانه توی داستان پیدایش جهانشون اهورامزدا که همونطور که گفتی بر همه چیز قادر نبوده، یا به قول خودشون تو زبان پهلوی هر وزب کردار نبوده، یعنی بر همه چیز کننده نبوده، بلکه فقط هم بر همه چیز دانا بوده، هر وزب داناک بوده. این یک بخش بندی در کیهان بخش اهورایی انجام داده بوده که این به بهترین وجه کار کنه و از این بهترین وجه کار کردن نیروهای اهورایی بتونن به پیروزی برسن یا دست کم جلوی حمله اهریمن رو بگیرن و روی هم رفته جهان رو به بهترین درجه از پیشرفت برسونن در دستگاه اسطوره دینیشون. در این راستا اهورامزدا این 6 امشاسپند دیگر رو آفریده بوده و یه کاری هم واسه خودش در کنار اونا در نظر گرفته بوده که میشدن 7 امشاسپند، یعنی خودش هم دیگه نقشی رو کنار اون 6 تا نقش دیگر نیروهایی که برای آفریده بوده در نظر گرفته بوده. این 6 تا خب یکیشون بوده بهمن یا وهومنه که بنیاد وهومنه یا بهمن این بوده که در جهان اهورایی هر مقصودی، هر اندیشه‌ای یک سرشت پیشرفت انگیز و نیکی انگیز داشته باشه. یعنی نیکی و پیشرفت پیشون یکی بوده، تعریفشون از نیکی اصلا پیشرفت بوده. پیشرفت انگیز و نیکی انگیز داشته باشه. این منح حالا تو اوستایش ما نوبتش که برسه فرو میریم، چون امروز در مورد امشاسپند دیگری میخواستیم صحبت کنیم. اون یه آمیزه بود از مقصود و اندیشه و خواست، اونی که انگلیسی ها تنظیمش میگن purpose. حالا من که تو فارسی دری بخوایم برسونیم، من براش گذاشتم فراز بحر، یعنی اون بحر و اون خواسته و اون سودی که در آینده میخواد بهش برسه، فراز بحر. این مقصود نیک که همه چی اول به سوی مقصود نیک و پیشرفت طراحی بشه بره. در اون راستا که ما داریم حرکت میکنیم، اون موقع با اون سامان کیهانی نیاز داریم. شما یه سامانی نیاز داری که بخوای نیروها رو اونجوری سازماندهی بکنی که به سوی این بهترین مقصود
و بهترین پیشرفت که وقوع باشه بدیم. اون سامان کیهانی خب عشاست، یا به قول خودشون عشا، و بهترین سامان قابل تصور، بهینه ترین و بهترین دیزاین از این سامان سازماندهی جهانی که این پیشرفت رو مکسیمایز کنه، به بیشست برسونه، به بیشترین برسونه. عشا و هشته، یا همون اردیبهشت خودمون. و حالا شما یه مقصود نیک داری، یه سامانی هم داری که نیروها درست سازماندهی بشن که پیشرفت پدید بیاد، سامان کلی کیهانی. اما یه سامان اداری هم نیاز داری، یا ادمنستریشن، که بخش جهانی که مثلا انسان داره توش زندگی میکنه، این چجوری از دیدگاه گرداندن، از دیدگاه اداره، چجوری باید سازماندهی بشه که با اون خواسته های بهترین سامان کیهانی نظر استاندارد بسازه. این نامش بوده شهریور خودمون، یا به گویش اونا خترا و ایریا، که هر کدوم از دو بهش میرسیم در آینده. یعنی بهترین و سزاوار گزینش از شیوه فرمان روایی، یعنی فرمان روایی که اینقدر بهینه باشه که سزاوار گزینش خود مردم باشه. فراتر از اون نیروی سپندارمست که امروز میخواستیم دربارش سخن بگیم، یا به قول خودشون سپنتا آرمایتی، اونی که امروز میخوایم بشکافیم در کوتاه اگه بگیم، یک حالت بسیار بسامان و متین از خرد، یا آمیزه از خرد و دلدادگی و دلنهادگی به آرامش و پیشرفت. عنصر خرد رو اینجا وارد میکنه و عنصر خمشپذیری و تطبیق یافتگی به ویژگی های روزمره رو که بتونه از پس نیازها بر بیاد. این عنصر اندیشیدن و تطبیق یافتگی اینجا میاد داخلش. و بعد برای اینکه تمام این کوشش ها یه حالت کمال پیدا بکنه، اینجا خرداد وارد عمل میشه، یا به اون زمان هورواتات، که اگه هر کاری هم داره طراحی میشه از سامان کیهانی گرفته تا نمیدونم شیوه درسته اداره سرزمین، یا اون بستر انسانی گرفته، یا اون خردی که میخوای تو طراحی کنی که باهاش به کارهای زندگی برسی، همون سپندارمست، اینا اگه میشه همش کمال یافته باشه. یعنی جستجوی به دنبال کمال یکی از اصول کارهای اینا بوده. پرفکشنیسم، هر کاری میکنی یا یه کاری تو زندگی نکن یا پرفکت بکن، یکی از منش هاشون بوده. و از پرفکت گرایی هم مثلا در زمان ساسانی ها یه ثواب دینی درست کرده بودن به نام بوندک میلیشنی. این در خرداد، حالت اوستایش در خرداد یا هورواتات بوده. حالا امشاسپند واپسینی که میاد که امرداده، یا به قول اون زمان امرتات، یعنی جاودانگی، و بیشتری مطلب دینی که تو همه دین ها هست که میشه وجود ما یه جورایی جاودانه باشه، اینها فقط این چیز گذرا و میرانه باشه. ولی از نظر فلسفی اینم باز یه بعدی داشته جدا از این مسئله آرزوی دینی جاودان زیستی یا جاودان بودگی، و اونم اینه که این در روزگار ساسانی‌ها در این مورد زیاد صحبت کردن که یه کاری وقتی میکنی پایدار برنامه ریزی کن، که تا انگار که تا جاودان میخواد درست کار کنه، پایدار و دنبالدار و فراز پای، یعنی پایا باشه، به درون آینده استخوان‌بندی چنان پرفکتی داشته باشه، دوباره در همکاری با اون خرداد یا کمالگرایی، که بتونه تا جاودان درست کار کنه. تو داستان آفرینششون هم همینا رو در حقیقت اون موقع بازگو میکنن، به ویژه در کتاب بندهشت که خوشبختانه مونده برای ما این کتاب، و ما میتونیم از طریق اون منش ساسانی رو خیلی دقیق بازسازی کنیم مدل اندیشیدنشون رو، که چجوری این برنامه ریزی پرفکت بعدن قراره که از خود اهورامزدا خود اونم داره برنامه ریزی خوشو میکنه و الگو میذاره که انسان هم همینجوری باشه. برنامه ها رو یه جوری میچونه که درست تا جاودان اینا کار کنه، پله به پله، گام به گام پشت سر هم طراحی میکنه، از پیش برنامه ریزی میکنه. دائم در مورد این مسائل توی کتابشون به ویژه در بندهشت بحث میکنن. پس بنابراین
حالا نقش اهورامزدا اینجا چیه؟ به عنوان امشاسپند هفتم اون یه حالت سازمان دهنده است، دوباره اون گسترش خرد و دانش و اینجور چیز هاست که اون رو میذاریم کنار. من فعلا با اون 6 تا امشاسپندی که خودش آفریده به اونا پرداختم و به ویژه نوبتی که امروز به سپندارمزد میخوایم برسیم، برای اینکه اونایی که خودش می آفرینه از خودش هم یه جورایی مهمتره، چون این کانسپت، این فرایافت، یزدان اصلا اصراری نداره که همه قدرت دست من باشه. خودش نیروهای کیهانی می آفرینه و به اونا استقلال تام می بخشه. یعنی خودش اصلا بعدن دیگه حق نداره تو کارهای این 6 تا امشاسپند دستیازی کنه. این دیگه این کانسپت هایی خیلی 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 متضاد با کانسپت های ابراهیمی، به ویژه با خود کانسپت های اسلام که تو ابراهیمی ها از همه سخت‌تره، تندروتره. این کانسپت های سراسر ناسازگار هست با کانسپت های ابراهیمی که اصلا نشون میده یه جهان دیگری بوده برای خودش که مباحث دیگری رو دنبال میکرده که بنیادشون نامشو گذاشت استقلال فلسفی اصول. استقلال فلسفی اصول و اینی که شما درستی یک اصلی رو، یا به قول خودشون فرگان یا بنشت رو، 2 تا واژه واسه اصل رو نداشتن، اصل از آغاز داده رو بهش بنشت میگفتن در زمان ساسانیان، اصل به حالت پرنسیپ فلسفی و اینا رو بهش میگفتن فرگان که ما میتونیم بهش بگیم فرگان. بنشت و فرگان 2 حالت هستن. اینا همش دنبال این استقلال این بنشت ها و این فرگان ها بودن. این دستگاه فلسفی بود، فکرشون با دینای ابراهیمی سازگار نبود. بسیار خوب. من چند تا نکته تکمیلی رو اینجا عرض بکنم. میبینید که ببینید چه تقارن زیبایی در این جهان نگری فلسفی زرتشتی هست. من اینا رو کالر کد کردم به قول معروف. 3 تا از این امشاسپندایی که اهورامزدا آفریده با رنگ آبی، اینا نر یا مذکر هستن. حالا اینا درکشون اینقدر کودکانه و خام نبوده که گمان کنن اینا مثلا یه انسانن و مثلا مذکر مثلا ریش داره و نمیدونم این حرفا. و اون 3 تای دیگه که با رنگ صورتی مشخص کردم، اون 3 تا میگفتن در واقع وجهه زنانه دارن یا حالا مؤنث هستن، ولی باز درکشون این نبودی که مثلا اینا شکل آدمن که مثلا بخوان جنسیت داشته باشن، ولی میگفتن مثلا یه وجهه مردانه داره، اون یکی وجهه زنانه داره. مثلا اونایی که وجهه زنانه داشتن یه ذره حالت آرامش، حالتی که مثلا مادرانه گونه داشتن، اینا یه ذره حالت پدرانه تر داشتن. این یه همچه حالتی بوده و جالب این که این 3 با 3 هم برابر بوده. بعد در برابر هر کدوم از این 6 امشاسپندی که آفریده و همونجوری که شهرام اشاره کرد، اهورامزدا نه تنها اینا رو آفریده، نه تنها به اینها اختیارات داده، بلکه اختیارات خودش رو و اصلا خودش رو محدود کرده با اینها. هیچ مشکلی هم با این نداره. به ویژه با عشا در واقع عشا و ایشتر آفریده، بعد خودش دیگه نمیتونه خلاف عشا رفتار بکنه. این خیلی جالبه. یعنی اصالت فلسفی نیست. این اصلا از نظر فلسفی مثلا این در اسلام، به ویژه در اسلام حالا سنی که اون اصل عدل و اینا رو هم بررسی کردیم ندارن، اصلا خود همین شرکه. یعنی چی که الله هر کاری بکنه عین عدالته. اصلا تعریف عدالت و کاری که الله بکنه این که الله یه اصول رو بیافرینه، سری فرگان اصول رو بیافرینه، بعد دیگه خلاف اون نتونه رفتار بکنه و در واقع توانایی خودش رو محدود بکنه یا ما محدود بدونیم، این خودش شرک. حالا خلاصه در برابر این 6 تایی که آفریده، 6 تا نیروی یا فرایافت فلسفی که آفریده اهورامزدا که بهش یاری کنن در اداره بهینه و پیشرفتگرای جهان، اهریمن هم 6 تا دیو اصلی آفریده. دیوای دیگه هم هستن ولی اونا مرتبه‌های پایین‌تر، همونجور که در سمت اهورامزدا هم ایزدان دیگر هستن ولی اونا در سطح پایین‌ترن، مثل آبان و مهر و این حرفا. اینجا اهریمن هم 6 تا دیو آفریده که هر دیو در برابر یکی از امشاسپندا قرار میگیره. بعد این 2 واژه‌ای هم که من نوشتم توضیح بدم. ببین مثلا وهومن رو که میبینید و اول این نخست اون
واژه اوستاییشو آوردم، مثل وهومنه اشواهیشته خشروی، و بعد در دنبالش واژه پهلوی یا دریشو، یعنی فارسی امروزش آوردم که برای ما آشناتره دیگه، بهمن و اردیبهشت و شهریور و سپندارمز، که این اولا همه این 6 تا اهورامزدا، 6 تا امشاسپند، اینا الان 6 تا نام 6 تا از ماه‌های همین تقویم خود ما هم هستن دیگه. اون سپندارمز هم همون اسفند. و اون جالبه که اون 6 تا ماه دیگه هم که ما داریم که امشاسپند نیستن، اونام ایزدان مرتبه پایین‌تر هستن، مثل آذر، آبان و نمیدونم مهر و اینجور چیزا، فروردین، هر کدوم یه یشتی توی اوستا داره. بعد یا هر کدوم از این، خلاصه این دیوها رو داشتن گفتن، این دیوها هر کدوم در برابر این امشاسپنده یه دیوی دارن که باهاشون میجنگه و به اهریمن یاری میده. اکومن مثلا در واقع پادورز یا متضاد بهمنه که میگن اکوان، برخی البته این ثابت نشده، برخی میگن اون اکوان دیوی که در شاهنامه اومده میگن از همین اکومنه اومده، و وارون اکوان دیدن وارون بود دیگه، وارون بهمنه. بعد مثلا اشوایشتا یه وارونی داره که این اندردیو بهش میگن یا ایندیرا. حتی برخی بر این باور هستن که این ایندیرا با همون ایندیرای هندی، یعنی پیش از زرتشت در بین اقوام آریایی، چه بسا این یک خدایی بوده، جزء نیروهای چیز بوده، جزء نیروهای آسمانی و جزء ایزدان بوده، اما رفته در جایگاه دیو قرار گرفته، چون یه ربطی هم نام دیگهش ورتراهام بوده یا همون بهرام یا خدای جنگ بوده، چون جنگ می آفریده و نابسامانی می آفریده، در برابر مثلا اشوایشتا قرار گرفت و مقام دیو پیدا کرده. بعد در برابر شهریور یا شهریاری شایسته و پسندیده که مورد گزینش مردم قرار گرفت، ساوول یا در واقع تیرانی میشه، همون تیرانی انگلیسی که امروز بهش که اینو به نوبتش که بهش می‌پردازیم. در برابر سپندارمز یا سپنتامارمریتی ترومتا بوده یا ترومت، بهش ناگهیس هم میگفتن که بهش اینو امروز حسابی میشکافیم، چون اگر این متضادها رو خوب بفهمیم اون وقت میتونیم اون امشاسپند از نظر فلسفی بفهمیم. و بعد در برابر هاوربتات یا همون خرداد مثلا تریز بوده و زریز در برابر امورتات. بعد این بالاش هم من خدمتتون عرض کنم تا برسیم به در واقع موضوع اصلی این اپیزود که همون سپندارمز باشه. این خیلی مفهوم فلسفیه به اون برسه. ببینید هر کدوم از این امشاسپندها یک نماد این جهانی داشتن، یعنی در این جهانی نماد یه شیئی، یه جسمی نمادشون بوده. اینش خیلی جالب. نماد اهورامزدا خود انسان بوده. نماد اهورامزدا خود انسان بوده. یعنی این که مثلا در مسیحیت هم داره میگن in the image of God، مثلا انسان رو در شکل خودش آفرید، in the image of God آفرید. بعد نماد وهومن جانوران دامهای اهلی به ویژه گوسپند بودن. گوسپند، اصلا این گاو سپند، این یه سپندی درش در واژه گوسپند هم داره. بعد نماد اشوایشتا هم آتش بوده، آتشی که روبروش هم میستادن و نیایش میکردن. نماد شهریور چون به شهریاری این ربط داشته فلز بوده به ویژه آهن. نماد سپندارمز که امروز میشکافیم زمین بوده. نماد خرداد یا هاوربتات رسایی و کمال آب بوده. نماد امورتات هم گیاه بوده، چون گیاه هر سال در میاد، نماد جاودانه بود. بسیار خوب. خب من این اپیزودو پس میبندیم ما و تا بخش دوم سپندارمز در خدمت شما باشیم. بدرود.